برای تقویم هیچ کاری نکردم که الهه عزیزم همیشه برای من عزیز و الهام بخش بودی. امیدوارم دوستشون داشته باشی. که ببینم اونا چه رنگایی رو دارن استفاده میکنن که اینقدر از نظر من قشنگ شده. مشکل اصلی اداره پست ملی مملکتمونه. یه سوالی که خیلی میپرسین چجوری شروع کنیم بره دیگه. تهش میخواد یه چیز بد باشه. اینا چیزاییه که هیچ وقت هیچ کس به من نگفت که یه وقت اشتباه نشه کله منو بکنی. پشیمون نیستی که مهاجرت نکردی؟ پس الکی وقتتون رو تو دانشگاه نذارین برای رشته‌های هنری. نه، من اختصاصی کلاس تصویرسازی نرفتم. ماه فروردین تقویم جدید رو طراحی کردم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ یک هفته فیلم نگرفتم. هم این که هیچ محتوایی نبود که بخوام بگیرم. 3 روز 4 روزشو که کرونا گرفتم. کرونا مثل اینکه دوباره زیاد شده. مریض بودم اصلا نیومدم. بقیه‌اش هم الان توی روزای شلوغ مغازک نیستیم. بهتون آپدیت بدم که هنوز برای تقویم هیچ کاری نکردم. همون 2 تا دونه اتودی که زده بودم هنوز پا برجاست، در همون حده. ولی خیلی باید بدوم واقعا انگیزه هامو جمع بکنم و ایده ها رو بریزم رو کاغذ و زودتر انجامش بدم. یه دونه بسته برام از مشهد اومده که این دختر گل اون موقعی که من مشهد بودم بهم پیام داد، گفتش که تو مشهدی و اینا، من استانبولی گذاشتم بیا خونمون مثلا استراحت کن و یه ناهارم با هم بخوریم و اینا. نشد که این اتفاق بیفته چون من چند ساعت بیشتر اونجا نبودم و همون روزی که رفتم همون 4-5 ساعت بعدش پرواز برگشتم بود. و علاوه بر اون بر من یه بسته فرستاد که خیلی 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 خوشحال شدم. بازش کردم. اولا که روی کاغذای خودمون یه دونه متن نوشته که الهه عزیزم همیشه برای من عزیز و الهام بخش بودی. امیدوارم دوستشون داشته باشی. چه خوشگله، نگاه کنی، خیلی قشنگه. مغازک رو کشیده و یکی دیگه هم هست، جا کلیدیه. نگاه چه خوشگله. کلی ماگا و چیزهای دیگه هم داره توی پیجش که اونام خیلی خیلی خوشگلن. حتما برید ببینید، ازش حمایت کنین. منم اینو حتما توی وسایلم میذارم، ازش که استفاده نمی‌کنم، دلم نمیاد. اگر توش یه دونه گلدونه گیاه کوچولو مثلا بذاری هم باحال میشه. حتی خلاصه که دمت گرم و دمش گرم و اینا. اون 2 تا کتابی هم که توی ولاگ قبلی بهتون گفتم، یکی The 4 Agreements و The Body Keeps the Score. 4 Agreements رو خوندم، تموم شد. یه چیز خیلی ساده ایه که در واقع در مورد 4 تا قانونی که باید عوضش کنیم که زندگیمون بهتر بشه، مثل انتخاب کلماتمون، قضاوت نکردن، نمیدونم هر چیزی رو شخصی نگرفتن. در مورد ایناست. یه ذره خیلی کلیه که اینا رو بارها و بارها شنیدیم ولی یادآوریش خیلی چیز جالبی بود. اونو یه روز 2-3 روزه خوندم، تموم شد. الان دارم The Body Keeps the Score رو میخونم. خیلی خیلی قشنگه. یه ذره مطلبش سنگینه یه مقدار متنش، ولی اوکیه. یعنی اگر شما مطالب روانشناسی و اینا خونده باشی خیلی هم شناخته نیست برات که داره راجع به چی صحبت میکنه. اونم خیلی دوستش دارم. امیدوارم هفته خیلی خوبی داشته باشیم، ولاگ خیلی خفنی داشته باشیم. همین. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز شنبه است. روزای زوج مهندسه میاد کمکم میکنه برای بسته‌بندی کارا، ولی امروز سرما خورده نمیاد. به خاطر همین خودم به قرار بسته ها رو بسته‌بندی بکنم و کاراشو بکنم و تصمیم گرفتم که یه کوئسچن باکس بذارم توی اینستاگرام. شما یه سری سوال ازم بپرسین و من بتونم توی این ولاگ جواب اون سوالا رو بدم. بریم ببینیم که چجوری میشه دیگه.
خب اولین سوالی که پرسیدن، ریحانه فکر کنم هست اسمش، پرسیده که با چه نرم افزاری طراحی میکنین و با لپتاپ بهتره یا آیپد؟ من اوایل کارم با کامپیوتر و پی سی طراحی میکردم. طراحی هم نمیکردم، حتی با موس کار میکردم. روی کاغذ میکشیدم کارا رو، بعد اسکنش میکردم یا عکس میگرفتم از روش، میبردم توی ایلاستریتور و تریسش میکردم. ابزار پن میومدم وکتورش میکردم. این شروع کارم بود که با موسم بود. بعد تبلت خریدم، تبلت وکام مدل بامبو رو خریدم که باید حتما به سیستم وصل بشه. بعد با اون شروع کردم کار کردن که توی فتوشاپ هم میشد کار کرد. باز هم همچنان تو اولیه‌اشو دستی میزدم، میبردم توی کامپیوتر و حالا یا توی فتوشاپ یا توی ایلاستریتور باز انجام میدادم اجراشو. وقتی که دیگه خیلی گذشت و اینا، سال 2017 آیپد خریدم دیگه. طراحی اسکچش و اینا رو همه رو تو خود آیپد انجام میدادم. با لپتاپ بهتره یا آیپد؟ من با آیپد راحت ترم، ولی خیلیا همچنان به خاطر کار با فتوشاپ، اونایی که میخوان با فتوشاپ یا ایلاستریتور کار کنن، با لپتاپ کار میکنن. توی آیپد یک برنامه اختصاصی داره، فقط آیپد میشه استفاده کرد، نه تبلت های دیگه هم حتی نمیشه استفاده کرد. فقط آیپد و اپ استور داره این برنامه رو به اسم پروکرییت که من از اون استفاده میکنم که خیلی امکاناتی که داره شبیه به فتوشاپه ولی خیلی یوزر فرندلی تره. البته محدودتر هم هست، تمام ابزار فتوشاپ و اینا رو نداره. فتوشاپ و ایلاستریتور اصولا خیلی مهندسی تر و دقیق تر و حرفه‌ای تره. اگر فقط بخواید طراحی بکنین، پروکرییت نیازتون رو برطرف میکنه. توی تبلت های دیگه هم قبلا توی ولاگای قبلی گفتم میتونید از اینفینیت پینتر استفاده بکنید یا اتودسک اسکچ بوک. برنامه‌های دیگه هم قطعا هست ولی من این دوتا رو میدونم که خیلی ابزارهای کاملی دارن و توی تبلت‌های سامسونگ و تبلت‌های دیگه ای اگر دارین میتونید استفاده بکنید. برای بهتر درک کردن مبحث رنگ‌ها چیکار کنیم؟ من تجربه شخصیمو اگه بخوام بهتون بگم، به خاطر اینکه من هنرستان گرافیک خوندم، کلا با مبحث رنگ آشنا بودیم و خیلی کار کردیم. رنگای مکمل، رنگای نمیدونم اول، رنگای دوم، رنگای سوم، به ترکیب رنگ‌ها و اینها. ولی توی کار آوردن اون رنگ‌ها خیلی چالش برانگیزتره. اینکه فقط بدونی تئوریشو کفایت نمیکنه. کاری که من کردم اوایل، آزمون و خطا، ترکیب رنگیامو میچیدم یا توی پینترست یا توی همون بیهنسی که بهتون گفتم، کارهایی که خیلی دوستشون داشتم میرفتم ببینم که پالت رنگیشون چجوریه، چه رنگایی رو کنار چه رنگایی گذاشتن، چه شکلی استفاده کردن. یا مثلا میدونم که ادوبی توی همون فکر میکنم بیهنس بود، یه سری ایونت هایی داشت که شما به صورت آنلاین یک آرتیستی میومد و کارش رو اجرا میکرد. اونا رو نگاه میکردم ببینم که چجوری رنگا رو انتخاب میکنن. دیگه وقتی که دیدم که یه ذره اینا باز خیلی کفایت نمیکنه، توی یوتیوب کالر تئوری رو سرچ میکردم. مدل های مختلف ترکیب بندی رنگ ها و هارمونی ها و ولیو های مختلف و اینا رو توضیح میدادن. ولی بیشترین چیزی که کمکم کرد همون آزمون و خطا بود که به سلیقه خودم بتونم یه سری رنگ رو کنار هم بذارم، ببینم که لحاظ بصری چه شکلی قشنگتر میشه. یه ذره این دونستن این چیزها خب بهم کمک میکرد. ولی اینکه چجوری به پالت رنگی‌های خودم رسیدم واقعا همشون آزمون و خطا بود و دیدن کارهایی که دوستشون داشتم که ببینم اونا چه رنگایی رو دارن استفاده میکنن که اینقدر از نظر من قشنگ شده. حالا این وسط یه چیزی براتون تعریف بکنم، فکر کنم که خیلی جالب باشه. یادتونه که راجع به ارسال بسته ها و اینا چقدر من چالش داشتم، شرکت رو عوض کردم به خیال اینکه خب شرکت رو عوض میکنم شرایط بهتر میشه، پیگیری ها بهتر میشه و اینها. ولی به یک نتیجه کلی که رسیدم، اینو شما هم بدونین، مشکل اصلی شرکت ها نیستن. مشکل اصلی اداره پست ملی مملکتمونه. اصلا معلوم نیست بسته ها کجا میره، اصلا پیگیری وجود نداره. کدای رهگیری رو اصلا از خودشون همینجوری یلخی آپدیت میکنن. بسته رو میگن تحویل گیرنده دادیم ولی اصلا ندادن، میگن عودت داده شده، اصلا عودت داده نشده. بعد توی قسمت شکایت وقتی که کد رهگیری رو میزنی و میزنه که تحویل گیرنده گردیده، شما نمیتونی حتی شکایت کنی بگی آقا چیزی تحویل داده نشده، چون ارور میده که این بسته وضعیتش اینه که تحویل گیرنده داده شده و قابل پیگیری
نیست، قابل شکایت نیست. در نتیجه مشکل اصلی پست عزیزان من. در سال هم 2-3 بار گرون میکنن و هر سال و هر سری هم اوضاعشون بدتر میشه. این از این. الان من دارم اطلاعات ارسال رو، آدرس و مشخصات و شماره تلفن‌ها رو وارد میکنم که بعدش فاکتورا رو پرینت بگیرم و بسته‌بندی کنم. توی این برنامه جدیدی که ما داریم باشون کار میکنیم، شرکت جدیده، بازه ارسال پیکشون خب خیلی وسیع‌تره، یعنی ما شهرهای بیشتری رو میتونیم با پیک براتون ارسال بکنیم. حالا وقتی که شما شهر و استانتون رو انتخاب میکنین، میتونین ببینین که اگر گزینه پیک براتون اکتیو شد، یعنی با پیک ارسال میشه و ترجیحاً به خاطر همین مشکلات پست تفاوت قیمت چندانی هم واقعا نداره، یعنی پیک و پست تقریباً برابر میشه، مثلا شاید زیر 10 تومن باشه اختلاف قیمتشون. به خاطر همین ترجیحاً اگر میتونین پیک رو انتخاب بکنین و همه مراحل هم براتون پیامک میشه و قابل پیگیری تره. واقعا سعی کنین از پست خیلی استفاده نکنین. که ما داریم مثلا با قیمت ثابت کار میکنیم، به نظر من نسبت به جاهای دیگه که مثلا با تیپ باکس میفرستن، خب تیپ باکس رو میتونی تو پس کرایه بزنی و الان هزینه های تیپ باکس خیلی زیاده. یه بسته کوچیک 70-80 هزار تومان فقط حداقل باید هزینه بکنی که بسته به دستت برسه. زیاد نیست. و شما چجوری مثلا دلتون میاد اون موقعی که دارین خرید میکنین، چون هزینه ارسال نداره، راحت خرید میکنین، بعد که میاد چون مجبورین دم در تحویل بگیرین و دیگه نمیتونین کارش بکنین، اونجا هزینه ارسال رو راحت میدین. جالبه. ولی چون ما ثابته و خیلی هزینه به نسبت جای دیگه کمتره، همیشه این چیز هست، چالش برای بقیه وجود داره که هزینه ارسال زیاده یا دلشون نمیاد هزینه ارسال بدن. خب من الان دارم فاکتورا رو پرینت گرفتم، دارم دونه دونه سفارش‌ها رو بسته‌بندی میکنم، به چند تا سوالتون هم جواب میدم. یه سوالی که خیلی میپرسین، که به مدل‌های مختلف هم میپرسین، اینه که چجوری شروع کنیم. اگر راجع به این کاری که من دارم انجام میدم و تولید هستش، خب شروعش قاعدتاً با اینه که ببینید که چه چیزایی رو میخواین تولید کنید، چه چیزی توی بازار نیست، دارین جاهای دیگه دنیا میبینین اینو، میخواین که تولیدش کنید. بعد از اینکه تصمیم گرفتین چه چیزایی میخواین تولید کنین، باید بگردین دنبال تولید کنندش. قاعدتاً یه سری محصولات دستگاهاش یا تولید کننده‌هاش توی ایران نیستن که اونا رو باید بیخیال بشیم. الان البته خیلی گسترده تر شده. مثلا اوایل کارم من میخواستم از این جاسویچی پلکسیا بزنم ولی نبود، یا اگرم بود اینجوری تولید نمیکردن، برش خاص نمیزدن و اینا، ولی الان هستش. شاید در آینده مثلا این کارو بکنم. به خاطر همین میگم اول شما باید ببینید که چه چیزی رو میخواین تولید بکنین. با خیلی چیزای کوچیک هم شروع بکنین. لازم نیست اول یه سرمایه گنده بذارین، شروع کنید به مثلا اگر کار مثلا این شکلی باشه، تولید دفتر و پلنر و اینها باشه، مثلا از دفتر شروع کنین، دفتر تولید کردن، یا مثلا کار این شکلی میتونین خورد شروع کنین، استیکر و بوکمارک و چیزایی که براتون ارزون در میاد و میتونین به صورت جزئی تولید کنین، یعنی مثلا به تعداد میتونین تولید کنین، یا مثلا توت بگ، ماگ و این چیزا که هم هزینه کمتری رو بتونین پرداخت بکنین، سرمایه کمتری بخواین داشته باشین، هم این که بالاخره کارتون رو شروع کرده باشین. من موقعی که شروع کردم اول اینو یه بار دیگه هم گفته بودم، استیکر تولید کردم، استیکر ابله‌ها رو، و این استیکر ابله‌ها من میرفتم این فتوکپی ها هستش که مثلا برات پرینت میگیرن و کپی میگیرن و اینا، اونجا رفتم استیکرها رو مثلا توی یه شیت آسه چیدم، پرینت گرفتم روی این کاغذهای برچسب که پشتش هم زرده و میشستم تا صبح اینا رو با قیچی دوربری میکردم تا مدت ها من این کار میکردم. مثلا چقدر میشد مگه؟ مثلا هزینه نمیشد. بعد که اونو تولید کردم اومدم یه سری بج فلزی هم تولید کردم که از هر طرح هم مثلا 5 تا دونه جهت تست
سفارش دادم که ببینم فروشش چطوریه. همون 5 تا هم همون روز اول فروختم. علت این که من همون روز فروختم، البته اینو بهتون بگم که شما ناامید نشین. من قبل از اینکه پیج مغازک رو داشته باشم، یک پیجی داشتم به اسم الایلو که کاری تصویرسازیمو میذاشتم اونجا و اونجا مخاطب داشتم و مخاطبای اونجا رو من انتقال دادم یه جورایی توی مغازک، یعنی خودم برای خودم تبلیغ کردم. اگر شما دارین از صفر شروع میکنین و فعلا مخاطب ندارین، این ناامیدتون نکنه که فکر کنین که چون مثلا من کارم خوب بود سریع فروش رفت. نه، من مخاطب قبل داشتم که خیلی سال قبلم درخواست اینو داشتن که کارامو برای فروش بذارم. این خودش یک نکته ایه. شما هر چقدر دیرتر شروع بکنین، خب قاعدتا مخاطباتون رو دیرتر میتونین پیدا بکنین دیگه. به خاطر همینه که من میگم اگر کاری رو میخواین شروع بکنین، انقدر دست نکنین، یعنی انقدر کمالگرا نباشین. شروع کنین بره دیگه. تهش میخواد یه چیز بد باشه، بعدن تو سریای بعدی مثلا تغییرش میدین یا اصلا عکسی که دارین میذارین رو پاک میکنین. خیلی خودتون رو درگیر کامل بودن و بهترین بودن و اینا بخوایم بذارین. مثلا مگه من از روز اول بهترین بود؟ من بسته‌بندی محصولاتمو با کاغذ کالک میبستم. خیلی هم چیز بود، نامناسب بود برای بسته‌بندی، ولی انجام دادم دیگه. بالاخره هی میره جلو، بعد درست میشه. سوال بعدیتون این بود که اگر ما نوشت افزار داشتیم، محصول داشتیم، چجوری با فروشگاه‌های دیگه همکاری کنیم؟ ببینین اینا چیزاییه که هیچ وقت هیچ کس به من نگفت و من به مرور زمان و طی سالهای سال آزمون و خطا بهش رسیدم که فکر میکنم خیلی دانسته‌های با ارزشی هن. چون خطاهایی که میکنین شاید قابل برگشت نباشه. یعنی مثلا با یه فروشگاهی که کار میکنین و باهاشون توی سیستم کاری به مشکل میخورین، هیچ وقت دوباره مجدد اونا ممکنه از شما خرید نکنن. پس حواستون به این موضوع باشه. 3 تا مدل همکاری وجود داره. همکاری اول به صورت امانی، دوم نقدی و چکی. همکاری امانی معمولا شما به صورت ناشناس وقتی که باشین و ناشناخته باشه کارهاتون، برای سری های اول اصولا از شما به صورت امانی کارا رو میگیرن. حالا این امانی ها 2 مدل داره. یکی امانیه که مثلا میگن 2 ماه بعد کل هزینه رو براتون واریز میکنیم. یه سری هم هستن میگن امانی ولی واریزی هامون واریزی محصولاتیه که فروش رفته 2 ماه بعد. خب این هم مزیت داره هم مزیت نداره براتون. حالا نمیدونم اون یکیش چی میشه مزیت نداره، چی داره. حالا مزیتش اینه که خب شما توی اون فروشگاه، اگر فروشگاهی باشه که خیلی دیده میشن و خیلی آدم میاد و میره، محصولاتتون شناخته میشه. خب و اینکه خب به مرور زمان وقتی که فروشتون زیاد شد دیگه میتونین مثلا بگین که ما امانی کار نمی‌کنیم، بیاین اگر شما دارین با ما 2 ماه 3 ماه کار می‌کنین چک به ما بدین برای اون موقع و سندش و اون برگه چک رو بهمون بدین که ما مثلا بتونیم با چاپخونه ها و اینا چکی کار کنیم. اون چک رو خرج کنیم و مثلا بدیم به چاپخونه ها که بتونیم محصول تولید بکنیم. چون اینجوری وقتی که شما امانی میدین برای 2 ماه، یعنی در واقع دارین سرمایه‌تون رو میخوابونین توی یک فروشگاهی که فروش رفتش به عهده اونهاست. نقدی هم که مشخصه، خب شما مثلا جنسا رو میدین بهشون و اونا مبلغ فاکتور رو براتون واریز میکنن. حالا یا قبل از اینکه ارسال بکنین براتون واریز میکنن، اگر مثلا دفعه اول باهاشون دارین کار میکنین جهت اعتماد و همکاری که شکل بگیره، قبل از اینکه شما بسته ها رو براشون ارسال بکنین براتون چیز واریز میکنن. یا اینکه مثلا وقتی براشون ارسال کردین و اونا فاکتور کردن و بارکد زدن و توی فروشگاه گذاشتن و شروع کردن به فروختنشون، اون وقت مثلا برای شما واریزیتون رو انجام میدن که مثلا بین 10 تا 30 روز مثلا معمولا میتونین بهشون این فرجه رو بدین که این واریزی رو انجام بدن. میمونه چکی هم که بهتون گفتم دیگه. چکی مدت‌های مختلف داره. شما هر چقدر مدت چکتون رو بالاتر بدین، خب فروشگاه‌ها مایل‌تر به این هستن که با شما کار بکنن. اگر بهشون فرجه 4-5 ماه بدین که آقا مثلا چک 4 ماه 5 ماه به ما بدین، خیلی راحت‌تر باهاتون کار میکنن. یه مدل چکی دیگه هم هستش که میگن آقا ما چکی 4 ماهه کار میکنیم ولی سند رو بهتون نمیدن. رأس 4 ماهی که شد واریز نقدی براتون انجام میدن که اصلا به نظر من این کارو نکنین. اون چک رو بگیرید و بتونین خرجش کنین اگر میتونین خرج کنین. پیشنهاد من اینه که اگر شما پیج شناخته شده ندارین، فروش آنلاین ندارین، هیچ راهی برای فروش ندارین، امانی کار کنین. معمولا کانسپت استورها
مثلا جاهایی که تو کریم خان و صنایع هستن که همه جور محصولاتی که تولید ایرانه، مثلا این جاهای این شکلی معمولا همشون امانی کار میکنن. جاهای دیگه که مثلا لوازم تحریر فروشی اینا، اونام امانی کار میکنن. اگر فروش محصولاتتون بالا بود میتونین مثلا بهشون بگین که خب حالا که الان فروش خوبی داریم و محصولات داره فروش میره و به این اطمینان رسیدین و محصولاتو چک کردین توی فروشگاهتون، حالا بیاین شرایط همکاری رو عوض کنیم، مثلا از امانی به نقدی یا چکی مثلا تبدیلش بکنیم. به نظر من شروع کردن امانی بد نیست، به شرط اینکه نگران برگشت پولتون نباشین و اینکه اگر دارین امانی میدین این شرط رو بذارین که اگر جنسی آسیب دید در طی زمانی که توی فروشگاهشون مثلا 2 ماه بوده، اونو مرجوع نمیتونن بکنن. اینو حواستون باشه. نوبتی هم باشه، نوبت بستن سفارشات و چک کردن مجددشون. یه وقت اشتباه نشه کله منو بکنین. خوشم میاد تقویم سفارش میدین. قشنگ حال میکنم توی این دست از سفارشایی که امروز دارم میبندم. خیلیاتون تقویم سفارش دادین، واقعا ممنونم ازتون. یه سوال کردین، گفتین که برای یه تصویرگر حرفه‌ای شدن لازمه حتما این رشته رو توی دانشگاه بگذرونیم؟ جواب اینه که اصلاً و ابداً به هیچ عنوان. چون که فکر میکنم هنوزم اینجوری باشه، نمیدونم، شاید دارم اطلاعات غلط میدم. شما برای خوندن تخصصی رشته تصویرسازی باید برای ارشد بخونیدش. فکر نمی‌کنم برای لیسانس باشه. و شما فکر کن لیسانس تو باید بری یه رشته مثلا چه میدونم گرافیک بخونی که بعد بتونی برای ارشد بری تصویرسازی بخونی. بعد تصویرسازی که تو دانشگاه بهتون یاد میدن همون کلاساییه که شما میتونین آلردی بدون اینکه حتی دانشگاه رفته باشین برین و آموزش ببینین توی مثلا آموزشگاه‌های مختلف و اینها، یا مثلا تصویرسازایی که کلاسای تصویرسازی میذارن، یه دوره‌های مخصوص میذارن، ورکشاپ میذارن فلان و اینا. پس الکی وقتتون رو تو دانشگاه نذارین برای رشته‌های هنری. جدی میگم. ببخشید ولی جدا، چون تو دانشگاه واقعا هیچی یادتون نمیده، مخصوصا رشته‌های هنری، و این خیلی دردناکه و عذاب آوره و امیدوارم که صدای خشخش این برگه ها اونقدر عذاب آور نباشه. البته ما به علت اینکه اون فیله خیلی مثل اینکه کانوینینت نبود، مجبور شدیم دوباره به این جا چسبیه زشت و خراب، زشت و کثیف بیاریم. من این سفارش ها رو خیلی وقت بود من خودم نشسته بودم بسته بندی کنم یه دونه استیکر هم میزنیمش.
یکی پرسیده که پشیمون نیستی که مهاجرت نکردی؟ مهاجرت از اون چیزاییه که یکی این که حتما توش فومو داره، مخصوصا وقتی که میبینی آدمای جدیدم دارن مهاجرت میکنن یا آدمایی که مهاجرت کردن الان تازه زندگیشون استیبل شده و همیشه به این فکر میکنی که اگه مثلا من اون موقع رفته بودم الان او چقدر زندگیم فرق داشت و اینا. بحث پشیمونی نیست، چون اتفاق نیفتاد که بخوام انتخاب بکنم که برم یا نرم. اگر شرایطش جور بود حتما میرفتم و رفته بودم تا الان، ولی هیچ وقت شرایطش پیش نیامد. با اینکه جسته گریخته تلاش کردم ولی شاید تلاشای من کافی نبوده، شاید ته 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 ناخودآگاه همون ترسه بهم اجازه نداده که تا ته مسیر رو برم. نمیدونم، ولی دلایلی هم وجود داشت که نمیتونستم برم. هم از لحاظ مالی بود، هم از این لحاظ بود که من واقعا دلم نمیخواست تحصیلی برم. خیلی پتانسیل و انرژی اینو داشت که بخوام کار کنم، مخصوصا همین کاری که دارم رو برم جای دیگه انجام بدم، که خب به خاطر اینکه جهان سومی هستیم شرایط کار کردن این شکلی و مهاجرت کردن این شکلی خیلی وجود نداره. شما حتما باید جاب آفر داشته باشی یا تحصیلی بری اونجا تغییر بدی به کار و ویزای کار و اینا. هی نشد دیگه، منم حاضر نبودم به هر قیمتی برم. اینم هست، شاید واسه همینه که نشده. چطوری برای چیزی که هدفمونه وقت بذاریم در حالی که مشکل هزینه‌های مالی داریم؟ ببین نمیدونم یعنی چی. یعنی اینکه برای اون کاری که میخوای بکنی مشکل مالی داری، یا میخوای کاری که دوست داری رو بکنی ولی چون مشکل مالی داری باید اون کاری که داری میری و دوستش نداری رو ادامه بدی چون داره ازش حقوق در میاری؟ نمیدونم منظور چیه. واقعیتش رو اگر بخواین، یه بار دیگه من اینا رو توی ولاگ‌های قبلی گفتم، بازم براتون تکرار میکنم. من وقتی که 20 سالم بود میخواستم مغازک رو شروع کنم و 25 سالگی تازه مغازک رو شروع کردم. دلیل این که زودتر شروع نکردم یکیش مشکل مالی بود. اون بودجه‌ای که دلم میخواست داشته باشم رو نداشتم و اشتباه کردم. من میتونستم تو 25 سالگی هم که شروع کردم، من با چیزای خیلی کوچیک شروع کردم. مثل بهتون گفتم استیکر شروع کردم، با چند تا دونه پین شروع کردم، بج فلزی. 20 سالم که بود خیلی ایدئالگرا بودم. دلم نمیخواست از طریق دایرکت سفارش ثبت کنم، دلم میخواست سایت داشته باشم مثل بقیه جاهای دنیا، مثل آرتیستای دیگه‌ای که میدیدم توی خارج از ایران دارن مثلا سایت دارن، چه سایت خوشگلی دارن، آدم میره توش مثلا اد تو کارت میکنه فالو میکنه و اینا. من دوست داشتم اونجوری باشه. ولی اون موقع مثل الان فروشگاه ساز نبود که مثلا بری توش به راحتی سایت فروشگاهی بسازی. باید سایتو میدادی برات میساختن که فروشگاهی بشه، که مثلا سبد خرید داشته باشه و اینا. به همین راحتی نبود. ولی خب همیشه هم به این فکر میکنم که اگه من همون موقع این گاردو گذاشته بودم کنار و از طریق دایرکت ثبت سفارش میکردم، خیلی مغازه زودتر رشد میکرد، خیلی میدونی زودتر به نتیجه میرسید. از کم شروع کن، با قرض شروع کن، کوچیک شروع کن، قدم‌های کوچیک بردار، استارت کوچیک بزنین، بذارین آزمون و خطاتون خیلی ریسک نباشه که بخواید پول کلونی از دست بدین یا مثلا چیزی رو تولید بکنید که ماه‌ها منتظر باشین که به فروش بره، یا چون میبینید فروش نمیره قیمتش یه جوری ببرین بالا که مثلا سریعتر اون پولی که گذاشتین جبران بشه. میشه بگید چه جوری خودآموز میتونیم تصویرسازی رو شروع و ادامه بدیم؟ یک مبحث ریسکی هست که دلم میخواد با جان دل گوش بدید. برای اینکه خودآموز کاری رو یاد بگیرید کپی کنید. ببین شما برای اینکه بخواید کپی کنید از کاری که از کسی که کارشو دوست دارید، تا توی عمل و توی موقع کار کردن بفهمید که چجوری اون این کار رو داره انجام میده. این کپی کردن صرفاً جهت یادگیریه. نیاین کاری که قبل انجام شده و یکی دیگه انجام داده رو مجدد طراحی کنید همون کارو، حالا یه جور دیگه رنگشو عوض کنین، استایلشو عوض کنین، هرچی، بعد به عنوان کار خودتون ارائه بدید، بگید این من کشیدمش. حواستون به این باشه میتونین برای یادگیری کپی کنین، ولی فقط برای یادگیری. یعنی اگر یه چیزی هم کشیدین خیلی خوشتون اومد و دیدین که اصلا چقدر عالی شده، اگر حتی شیر کردین بگین که استادی بوده، استادی از فلان کسک بوده، چه خارجی باشه چه ایرانی باشه. این مبحث این که تو ایران کپی رایت نیست رو از کلتون بندازین بیرون. دوست داشتم بدونم از نظرت یه زندگی خوب چه جور زندگیه؟ به نظر من زندگی خوب درست زندگی کردنه، وجدان راحته، مراقب خود بودنه، سلامت روانه، سلامت جسمه. چون
اگر همه اینا باشه بقیه چیزا رو هم میتونین باهاش به دست بیارین. اگه سلامت روان داشته باشین میتونین خیلی خوب درست کار کنین و توش پیشرفت کنین. منظورم اینه که اگر اضطراب نداشته باشین، اگر افسرده نباشین، اگر مسائل و مشکلات مربوط به ذهن و روان و روحیه اگر اینا نباشه، خب قاعدتاً پروداکتیویتی و انگیزه و بازدهی آدم‌ها خیلی میره بالا. زندگی خوب زندگیه که شما همه این مسائل رو به عنوان پایه و اساسش قرار بدین و که بتونین یه زندگی خوبی رو بسازین. اینا حداقل چیزاییه که چون الان اولین چیزیه که به ذهنم میاد دارم میگم، وگرنه شاید خیلی چیزای دیگه هم باشه از نظرم که زندگی خوب محسوب بشه. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز یکشنبه است و یه خبر خوب این که موتورم روشن شد. بالاخره ماه فروردین تقویم جدید رو طراحی کردم. خیلی باحال شد. دوباره امروز که اومدم خیلی بهم برخورد، دیدم آقا چرا کار نمی‌کنی؟ چرا عجله نمی‌کنی؟ مگه نمیدونی که باید تقویم زود طراحی بکنی؟ یه ذره به خودم برخورد و دوباره اومدم یه اتود زدم توی یک سایز جدید. وایسا ببینم. بعد تصمیم گرفتم که یه ایده باحال به صورت کلی تقویمه داره. گفتم امسال اینجوری کار کنم که فکر کنم باحال بشه. حالا نمیگم ایده رو، دیدی هر سری میگم نمیگم، بعد آخر همه رو بهتون نشون میدم. نه دیگه آقا، مزهش میره واقعا و خیلی مونده تا تقویم و اینا. بذارین به مرور بهتون نشون میدم. این از این. امروز هم یه چند تا سوال دیگه جواب میدم براتون. سوال پرسیدین که کسی که بخواد یه استودیو کاری تو همچین حوزه‌ای بزنه حدوداً به چه مقدار بودجه‌ای نیاز داره. اگر میخواین استودیو خب اجاره بکنین، قاعدتاً بستگی به جاش داره که مثلا بالاخره هزینه اجاره ها و اینام هست. اینو خب باید در نظر بگیرین که میخواین کجا جا بگیرین، چه متراژی باشه و اینا. خب این یه چیز واضحیه. ولی من خودم شخصا از اتاق خوابم شروع کردم. وقتی دیگه جا نداشتم و سفارشام حالا خیلی زیاد شده بود، محصولاتم خیلی زیاد شده بود، یه جورایی به قول معروف مجبور شدم که جامو عوض کنم و یک جایی رو اجاره بکنم، چون دیگه واقعا نمیشد اونجوری ادامه داد. در مورد وسایل داخل استودیو هم خب قفسه میخوان که با مدل‌های یعنی قیمت‌های مختلف میتونین تهیه بکنین و چیزای اینجوری. خیلی نمیدونم سوال چجوریه، ولی فکر می‌کنم بزرگترین مبلغی که و بودجه‌ای که باید در نظر بگیریم برای اجاره جا هستش، اگر میخواین که براش جای اختصاصی و جدایی رو در نظر بگیرین. یه کاری که میتونین انجام بدین اینه که با کسایی که مثلا دارن اونام کار میکنن یک اتاق از جایی که مثلا بقیه دارن رو میتونین مثلا اونجوری اجاره بکنین، نه اینکه مستقل مثلا از اول شروع بکنین. من 2 سال و نیم دارم کار میکنم. حقوقم 2-3 برابر حقوق پایه بوده به جز 6 ماه اول، ولی هیچی سیو نکردم و از دست دادم. راجع به مدیریت مالی و سیو و اینکه اگه اشتباه کرده باشیم به منفی یا صفر رسیده باشیم چجوری از اول شروع کنیم. ببین، من واقعیتش خیلی مدیریت مالی نمیدونم، فقط میدونم که شخصیتا خیلی آدمی هم که سیو میکنم. مثلا اگر به حسابم یه مبلغ ثابتی که تو ذهنم هست نباشه استرس میگیرم و باید اونو به اون مبلغ برسونم که احساس امنیت روانی داشته باشم، بعد بخوام به اون اضافه کنم. و کاری که من جدیداً دارم میکنم اینه که یک بخشی از
مبلغی که در میارم و حالا تبدیل میکنم به یک چیز دیگه ای، حالا یا دلاره یا طلاه، هر چقدر کوچیک هر چقدر کم این کار رو سعی میکنم بکنم. چون اگر دیده باشین اگه کسایی که اهل سیف کردن هستن اون مدل آدمایی نه که مثلا هر چی تو حسابشون خرج میکنن. پولی که سعی میکنم نگه دارم که دست بهش نزنم و دیگه نگه نمیدارم ریال باشه توی حسابم که فقط باشه، اونو برمیدارم و تبدیلش میکنم به یک چیز دیگه ای. اینجوری دوباره اون حسابم کم میشه، باعث میشه که بیشتر کار کنم که دوباره برسونمش به اون مبلغی که از لحاظ روانی احساس امنیت میکنم. اینجوری من الان دارم پولامو سیو میکنم. شما کلاس تصویرسازی هم رفتی؟ نه، من اختصاصی کلاس تصویرسازی نرفتم. شده ورکشاپی باشه مثلا یک روزه برم، ولی اینکه بخوام برم کلاس تصویرسازی نه، این شکلی نبوده. خیلی خودآموز یاد گرفتم و انجام دادم و بردم جلو. بعد یه سوال دیگه هم پرسیدین که آموزشم میذارین؟ دقیقاً به همین علتی که من کلاس تصویرسازی نرفتم که بخوام آکادمیک ببینم که چی باید آموزش بدم، پایش چیه که مثلا من بخوام به آدم‌ها توی کلاس‌ها مثلا بگم که از اینجا استارت بزنین، تا الان نتونستم آموزش بذارم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز دوشنبه است. دیروز دیگه من همه سوالا رو جواب دادم. امروز اومدم یه سری سفارش فروشگاهی داریم. خیلی هم زیاده این سفارشه، یعنی هم این سفارشه هست، همین الان هم دوباره یه فروشگاه دیگه سفارش گذاشته که احتمالا اینم از همون فروشگاهیه که خیلی سفارش زیاد میذاره و ببینم که احتمال زیاد با موجودی داشته باشم. توی قسمت نوتپدا دفترارم خیلی تعداد زیاد سفارش دادن. این همه چیم داره تموم میشه. پلنرام داره تموم میشه، پلنر سالانه ها. دفترای خطی شطرنجی نقطه‌ای ها بود، اونا داره تموم میشه. نوتپدام داره تموم میشه و اینا محصولایی هن که هزینه تولیدشون خیلی زیاده. یعنی اگر من بخوام همه اینا رو با هم تولید بکنم ورشکست نشم. این لیست سفارش‌های اون فروشگاه اوله که فاکتورش نکردم، فقط پرینت گرفتم ببینم اگر ناموجودی داره کنارش بنویسم که من توی فاکتور زیاد یا کم نذارم. برم ببندم ببینم چجوریه. از این دفتره که خیلی 80 تا دفتر چجوری من و برم توی انبار. خب از این 80 تا میخواد. چیکار کنم؟ ببین شطرنجی هم همین مونده، نقطه‌ای هم فقط همین مونده. ای وای ای وای. خب یه 20 تا دیگه دفتر خطی میخوام. دفترهای توی انبار تموم شد ولی دلم نمیخواد که هرچی دارم و یه جا بدم به یک فروشگاه. اونایی که توی خود استودیو هست و نگه میدارم برای سایت. اینا فکر میکنم نزدیک 20 تا نزدیک 40 تا دفتر خطی فقط مونده. همین تموم شد. اینا سفارشای فقط یه فروشگاهه. این قسمتی هم که خالی گذاشتم برای استیکراست. هنوز استیکرها رو براشون نذاشتم و با این حجم از سفارشی که نوتپدا داشت قفسه‌هام خالی شد. برای نوتپدا هم باید سفارش بدم. میخواستم برای بلک فرایدی تخفیف بذارم، اصلا چیزی نمونده که من بخوام تخفیف بذارم.
سلام بچه ها، چطورین؟ امروز چهارشنبه است. نه خیرم، امروز سه‌شنبه است. دیروز که این سفارش هایی که رو میز چیده بودم و کامل نبستمش. این دفترهایی که بهتون گفتم داره تموم میشه دیگه، موجودی ندارم. همین این دفترهای خطی نقطه‌ای و شطرنجی اینا رو سفارش دادم دیگه. سفارش نوتپدارم گذاشتم، اینام داره تموم میشه. مثلا این نوتپد ورک و نمیدونم این پلنر روزانه فارسی و این یکی پلنر هفتگی بازگشت به مدرسه و اینا تعدادشون کم شده و بقیهش دیگه مثلا پاسخنامه ها همینطور. این نوتپد سیرک و قورباغه و گلنار و اینا سفارش دادم که یهو موجودیشون تموم نشه. بعد پلنرهای 6 ماهه هم اونا هم داره تموم میشه. میذارم اون دفترها تولید بشه، بعد پلنر 6 ماهه ها رو تولید کنم دیگه. یهو همش با هم نشه، واقعا هزینه‌اش خیلی زیاد میشه تولیدشون و اینا. امروزم همچنان مشغول طراحی تقویمم. یه بخشش رو سعی میکنم بهتون نشون بدم. این یکی از اتودای تقویم 1404 که من اومدم ساینای هر ماهی رو تصویرسازی کردم. این یکی از اتوداشه، رنگ نشده هنوز. گفتم بهتون نشون بدم که ایده کلیش دستتون بیاد. از اون چیزی که گفته بودم که میخوام یه ذره کوچیک‌تر باشه، یه ذره از اونی که گفتم بزرگتر میشه.